بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قال في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا برادران عزیز و پدران اسلامی، همه شما را به این روزی سید، روز جمعه، تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنی که همراه شما دستی به دعا برداریم، برای شما اعلان میکنم که امروز ما در باب فضیلت علم، آموختن علم و فضیلت عالمها تا گنجایش وقت صحبت میکنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. پیغمبر خدا فرمودند ای بندگان خدا، پروردگار شما زنده است، هرگز نمیرد، کریم است، رحیم است، غفار است، ستار است. با این قدر عظمتیش یستحی من عبده، از این مخلوقات خود، از این بندگان خود حیا میکند، شرم میدارد. زمانی که دستهای ما برداشته می شود و زمانی که این را ما به چهره های خود می مالیم، اگر این دستها خالی برگردند، این ذات می گوید من شرم می دارم، شرم می دارم که دست بندگان من، درخواست بندگان من حل نشود، اجرا نشود. کرم بین، لطف پروردگار. سعدی بزرگوار میگوید ای بندگان خدا، این پروردگاری که قدرتش همتا و انتها ندارد، نظر کنین، با کرم اون ذات نظر کنین. کرم بین، لطف پروردگار. گناه بنده کرده است، او شرمسار. گناه را بنده میکند، بی حیایی را بنده میکند، فسق و فسادی را بنده میکند، افلاسی ها را بنده میکند، از سحر تا بیگاه گناه میکند، شرم نمیکند، حیا نمیکند. لکن آن ذات باز از این دستهای خالی ما و شما شرم کرده است.
یا ملائکتی اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. پروردگار میداند که بندگان او به جز او فریادرس دادرس دیگر ندارند. میگوید ای جمع ملائک آگاه باشید که این بندگان من اگر چندی که دلهای در غفلت آلوده هم که داشته باشند، اگر چندی که پروا هم که نداشته باشند، اگر چندی که تا او حد عقل اونها نرسد، من به اونها آشکار میکنم که بجز من دیگر تکیهگاه ندارم. تمام امید اونها را، تمام آرزوهای اونها را من میبرارم، همه مشکلات های اونها را من کشاده میکنم. از این خاطر ما و شما به جانب آن پروردگاری که از خالی برگشتن دستهای ما که حیا میکرده است، ما به جانب او ذات دست میبرداریم و دعا میکنیم اللهم انا نسألك علما نافعا و رزقا حلالا طیبا و عملا متقبلا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و شفاء من كل داء. پروردگارا اولا همچو انسان ما را در روی دنیا آفریدی، مسئلت داریم که ما را از علم دنیوی و از علم اخروی برخوردار بگردان. خدایا از ما عالم زمانه تیار بگردان و خدایا تمام فرزندهای ما را هم از هر دو علم، چه علم دنیوی باشد چه علم اخروی باشد، خدایا آگاهشان بگردان و این علمی که بر ما نصیب میگردانی خدایا چنان علم باشد که با این علم ما هم اسلام تو را روشن کنیم و هم جمعیتمان را آباد بگردانیم. و خدای مهربان زبانهای ما را یاد کننده ذکر خودت بگردان، دلهای ما را ترساننده به سوی خودت بگردان و بدنهای ما در پروردگار شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. از هر گونه زخم زنگالها بدنهای ما را پاکیزه نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من عمل لا يرفع و من دعاء لا يسمع و من قلب لا يخشع و من لسان لا يذكر و من بطن لا يشبع. خدای مهربان علمی که برای حیله باشد، علمی را برای تله و تاراج مردم باشد، علم اسلامی که در وجود کسی باشد خیانتی در اسلام کند، خدایا از اون گونه علم ما را نگه بدار. پروردگارا هیچگاه ما را با اون آرزوی باطله نرسان و خدای مهربان زبانهای ما را اگر ذکر تو را نگویند لالش بگردان، دلهایی که ترساننده نباشند به سوی تو پناه طلب میکنیم. شکمبی که اصلا سیر نشود پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنیم و خدایا جمعیت ما را آباد بگردان. خدایا مسجدهای ما را زیاد بگردان، آبادیهای مسجد باز هم فراوان بگردان. عالمهای ما را در هر مکانی که باشند خدمت کننده هم جمعیت دنیوی هم اخروی اشان بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. عن عثمان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت عثمان
داماد پیغمبر خدا، شهید، نفری که دو دختر پیغمبری خدا قطع زندگی کردگی، نفری که قرآن را در زمان خلافت خودش جمع کرد، نفری که رسول اکرم گفتند ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان اینقدر انفاق کردی، اینقدر نفقه کردی، اینقدر تو مسلمان ها را کمک و یاردم کردی که تو واجب الجنت شدی. از عشره مبشره، از 10 یار بهشتی یکی عثمان بود. میگوید بهترین شما ای مردم مسلمان، اگر در مسجد ما و شما 1000 یا 2000 نفر جمع شود، از بین ما و شما بهترین او را پیغمبری خدا کی را اعلان کرد؟ کسی که تعلم القرآن، قرآن را می آموزد، از قرآن تعلیم می گیرد، آیه های پروردگار را می خواند و از معنای او آگاه می شود. و علمه، بعد آنی که خودش خواند، خودش از لذت او استفاده برد، باز فرزندهای خدا، باز دخترهای خدا، باز همسایه و رفیقان خدا از این کتاب بهره‌مند می‌گرداند، از این کتاب برخوردار می‌گرداند. بهترین بین ما و شما انا همان نفر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ میگوید پیغمبری خدا گفتند یقول رب تبارک و تعال من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. خداوند گفته بود است اگر یک توده مردم ذکر مرا میکند، الله اکبر میگوید، سبحان الله میگوید، یا یک گروه مردم دستهای برداشته دارند، ساعتها از من دعا طلب میکنند، لکن یک نفری در پیش او قرآن کشاده است و قرآن میخواند، من بر این بنده قرآن خوان خود از آن دعاها و ذکرهایی که آن گروه میکند از اون دیده زیاد نعمتش میتون. آن دعاهایی که اونها کرده ایستادند 10 چند او را من به قرآن خوان نصیب میگردانم. فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقی. پیغمبر خدا گفتند زیرا فضل کلام پروردگار نسبت همه کلام های دنیا بین فضل بین خدا و بنده هست. کلام پروردگار، سخن پروردگار، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. انا همان کتابی که خدا میگوید در سخن خدا بودن، در کلام پروردگار بودن لا ریب فیه، شک نیست. این قرآن از نزد پروردگار آمده است. قرآنی که امروز شاید که 70% همین جمعیت ما خواندش نتواند، شاید از اونم زیادتر. فقط امروز ما و شما با یک قند گفتن دهان شیرین کردیم و خلاص. امروز ذوق قرآن خوانی نداریم، ساعت نمیابیم که پیش یک برادر رفته و تعلیم قرآن گیری، نمیابی وقت.
لیکن برای جمع کردن دنیا اگر سالها لازم باشد وقت می‌یابیم. یکی برای خواندن حرف قرآن، برای نگاه کردن ورقهای قرآن شما وقت نمی‌یابید که در هر حرف او 10 نیکی خدا دادگی است. 10 نیکی در هر حرفش. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه الحسنه بعشرة امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. پیغمبری خدا میگوید هر حرف قرآن حسنات دارد. حسنات او هر حرفش با 10 ضرب می شود. من نمیگویم که الف لام میم این اگرچند یک کلمه باشد نمیگویم که 10 ثواب دارد، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب، 30 ثواب در یک الف لام میم گفتنی تو را خدا میتن. اینقدر نیکی، اینقدر اجر سبک افسوس که از دست ما و شما رفته ایستاده است. جوانای عزیز و برادرای عزیز و پدرهای مهربان، باید که ما و شما از این نعمت برخوردار شویم. باید که تمام مردم ما و شما قرآن خوان باشند. شما وقت زیارت حج میرین، گشته میآیین، افسوس میخورین که میبینیم کودکم قرآن خوان است، دخترم قرآن خوان است، کمپیرها هم قرآن خوان است، موی سفیدها هم قرآن خوان است. از ما باشد کسی قرآن در دستش داشته نمیتواند، نمیداند طرف راستش کدام طرف است، طرف چپش کدام طرف است. افسوس میخورین خلاص. یکی از دوستان خدا را پرسیدن، پیغمبر خدا گفته بود است اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب کنید علم را از گهواره تا به گور. آیا کسی که پیرانسال باشد برای او طلب کردن علم شرط است؟ اون حضرت گفتن اگر انتظاری می رود که وی حیات دارد باید که علم بیاموزد. می ارزد که وی حیات دارد، انتظاری دارد که وی حیات ببیند، یعنی عمرش باقی هست، باید که علم بیاموزد. من برای چی این حدیث های پیغمبر در باب فضیلت قرآن در آغاز صحبتم به گوش شما رسانیدم؟ زیرا که امروز موضوعی که من برای شما سخنرانی میکنم در باب فضیلت علم است و فضیلت عالم هاست. انا در همین قرآنی که خواندن او اینقدر ثواب است، این قرآنی که پیغمبر خدا گفتند ان الله لا يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرین. این قرآن چنان کتابی هست که بعضی از شما را بلند میبردارد، بعضی از شما را خار میکند. کسانی را بلند میبردارد که به قرآن محبت دارد، قرآن را دوست میدارد، قرآن را بوسه میکند، قرآن را در دیده ها میمالد، ورقهای او را صحیفه صحیفه زده میخواند و با گفته هایی که در قرآن است با او عمل میکند. خداوند این گونه بندگان درجاتشون بلند میکند. و یضع به آخرین. خدا پیغمبری خدا میگوید لیکن کسانی را این قرآن خار میکند که اونها دشمن قرآن هستند. اونها مبارزه میبرند که این قرآن از ذهن مردم دور شود، از خاندان مردم دور شود. کسانی که قدرت و شرایط یاد گرفتن قرآن دارند لکن قرآن نمی آموزند. قرآن در روز قیامت برای کسانی که همه شرایط برای اونها آماده بود و نخواندن بالای اونها شکایت میکند. شما باید که قرآن هر سحر خوانین و دعا کنین که پروردگارا این قرآن مقدس را برای من در روز قیامت شفاعت کننده بگردان.
در همین قرآن 6666 آیت است. 6666 جمله هست و این قرآن از 114 سوره عبارت است. 114 سوره در داخل قرآن وجود دارد. اولش از سوره فاتحه آغاز می شود، آخرش به سوره ناس انجام می یابد. این قرآنی که در دوام 23 سال با پیغمبر ما و شما آمده رسید، که حضرت خدیجه میگوید که پیغمبر خدا وقتی که خوابهای زیاد میدید آخر به خلاصه آمد که باید که در یک گوشه تنها نشیند و غار حرا را برای خودش اختیار کرد که حاجیان این غار را رفته میبینند. در همین غار حرا حبیب خدا نشسته بود که به ناگاه جبرائیل به مثل یک پرنده که پایان می شود به نزد حبیب خدا به سپارش پروردگار پایان شد. آمد و با حبیب خدا سلام رسانید و او را برای پیغمبریش تبریک کرد و اعلان کرد که ای محمد، از این روز اعتباراً تو پیغمبر هستی و من جبرائیل هستم. آن چیزی که من میگویم تکرار کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. محمد اقرأ، بخوان به نام پروردگارت. حبیب خدا که مدرسه نخوانده بود و قرآن بر این آگاه است، در دست خود قلم نگرفته بود، گفتن ای جبرائیل ما انا بقارئ، من خواننده نیستم، من خط و سواد ندارم. این معجزه الهی است. برای چی از بین نادانان، برای چی یک نفری را که قلم در دست نگرفته بود، خط و سواد نداشت و پیغمبر ساخت؟ برای چی؟ برای که این دشمنهایی که امروز بالای مسلمان هاست، اینها ساعتش نیاین و گوین که محمد پیشکی تعلیم داشت، پیشکی خواننده بود، پیشکی دانا بود، این قرآن و این دین از پیش خود برآورده است تا که دشمنها تحقیر نکنند. حبیب خدا گفتن ای جبرائیل من خواننده نیستم، من نمیتوانم. دوم بار امر کرد اقرأ، خوان. گفت ای محمد. رسول اکرم باز جواب گفتن من خواننده نیستم، من نمیتوانم بخوانم. سوم بار جبرائیل میگوید در کنار خود محمد را داشت و چنان فشرد که بدن مبارک حبیب خدا دردمند شد و او را کشاد. گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، خوان. گفت به نام پروردگارت. حبیب خدا زبانش کشاده شد و حبیب خدا به خواندن در آمد. از بین 114 سوره اولین سوره که بر رسول اکرم نازل شد اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان نزول شد. مکتبها میخواندیم، مکتبهای میانه را همه شما خواندگی هستین. در تمام مکتبهای دنیا سابق شوروی ما و شما یک شعار بود، خوانید خوانید باز خوانید. به نهایت کلمه زیبا، چه کلمه تأثیر بخشه. افسوس که در زیر او شخصی نویسنده شده بود که چی در دین اسلام، چی در دین نصرانی، چی در تمام ادیان روی دنیا با قلم سیاه نام او نویسنده شده است.
زیرا که این سخن او نبود. این کلمات سخن خداست. این خدا میگوید خوانید باز خوانید. این سخن خداست. اون نفر ارزنده نبود که این کلمات با زبان خود تکرار کند، زیرا وی در بودن خدا اعتقاد نداشت. از این معلوم شد که اولین کلماتی که با تمام مردم مسلمان، با تمام مردم عالم اعلان شد این اقرا بود، بخوان. چه کلمه زیبایی هست اگر ما و شما این کلمات ها را، این جمله ها را اگر به جان و دل قبول سازیم. پیغمبر خدا میگوید اطلب العلم بالسین فإن طلب العلم فریضة علی کل مسلم. کسانی که پیرو من هستند، رسول اکرم میگوید، کسانی که بنده خدا هستند، کسانی که میگویند که قرآن کتاب ماست، طلب کنید علم را، اگر چنده که در شهر خیتای باشد، ولو بسینی، اگر چنده بین مدینه و بین خیتای چند هزار کیلومتر هست. رسول اکرم پیروای خدا خبر داده ایستاده است اگر استادان شما، اگر خیرتمندهای شما، اگر عالمهای شما در شهر خیتای هم که باشد سفر کنید، سفر کنید. مقصد از طلب کردن علم در نظریه من و از روی این حدیث هم علم دنیوی است هم علم اخروی است. اینجا من استثناء نمی کنم که فقط شما برای خواندن قرآن و برای خواندن مختصر و برای خواندن هدایه و شرح الوقایه از شهر بیرون شوید، بلکه برای دیگر علمها را به دست آوردن هم باید که این خانه را ترک کنید و شما شهر به شهر شوید. افسوس که برای من یک جوان که متخصص است، بسیار متخصص خوب است، وای میگوید که این کسبی که من یاد گرفتم، ملای محله من گفت که این کسبی که تو آموختی کسبی خوب است، لیکن مادامی که استاد تو از ملت روس است، این کسب تو برای تو برکت نمی آرد. وای بیچاره تعمیر همین ماشین های ما و شما را میکند. وای در روسیه رفته و این علم از خود کرده است. افسوس که همون ملا بیچاره خودش ماشین نداشته است، و الا در پیش این گونه استا 1000 گونه خط میشد که ماشین مرا تیار کن. اون حالت ده نمیگفت که پیری تو غیر اسلامی بود. این همه این نافهمی هاست. من دوست می‌دارم که این جوانهایی که امروز شما از خانه بیرون میشوین کاری کنین که فقط یک همه کار شما برای شما فایده آور است. حتی امروز جوانهایی که میان غیشت میگذارن، باور کن همونم کسب است، همونم اختصاص است و دیگر کسبهایی که در اون دولت هاست. شما آموزین، اونها را استفاده برین. اگرچه استاد شما هم شود میلش این گناهی نیست. وقتی رسول اکرم از مدینه به مکه مکرمه هجرت میکردن، چه یک حالت وزنی بود. 3 روز پیغمبر خدا در غار ثور پنهان بودند. اگر وی دشمنها می داشتند چه عذابهای برای او آماده کرده بودند. با ابوبکر صدیق در غار پنهان بود. وقتی از غار برآمد راه مدینه را نمی دانست کجاست. برای خود یک راهنمای گرفت.
یک آدمی که راه را نشان دهد. وای کی بود؟ عبدالله ابن عریقت بود. وای مشرک بود، وای مشرک بود. وای پیغمبر خدا برای آنکه وای دانا بود، وای راه را میدانست، برای او اجر معین کرد، پول داد و برای اینها راه را نشان دادند. برای همین اگر علم در کجایی که باشد شما رفته طلب کنید، علم از خود کنید. علم برای شما شرف است. علم این بلندترین مرتبه است. پیغمبر خدا میگوید بازم این بلندترین مرتبه بودنش در ذمه همه شما فرض است که باید که صاحب علم باشید. همه شما باید صاحب علم باشید. جوانای عزیز، من بسیارتر از شما دائم در هر برنامه و در هر گوشه که نشینم دوست می‌دارم. اگر شما خواهید که دعای نیکی ما را مشرف شوید، اگر خواهید که ما از شما خوشنود شویم، باور کنید من دوست می‌دارم که شما در دانشکده‌های عالی تعلیم گیرید. فقط در خیال شما یک مدرسه های اسلامی نباشد. اگر دوست می‌دارم که شما در دانشکده‌های عالی تعلیم گیرید. فقط در خیال شما یک مدرسه های اسلامی نباشد. اگرچند خواندن علم اسلام هم این وظیفه اولین درجه ما و شماست. ما و شما باید که از علم اسلام هم درکدار باشیم، از علم دنیوی هم درکدار باشیم. زیرا هر دی این علم ها علم خداست. هم علم دنیویش هم علم اسلامیش علم خدا هستند. اینها رفعت آدمی به علم بود. شاعر میگوید رفعت آدمی به علم بود. هر کی را علم بیش رفعت بیش. قیمت هر کسی به دانش اوست، ساز افزون با علم قیمتی خیش. حضرت گفتن رفعت آدمی به علم بود. این آدم‌هایی که در بین شما صاحب مرتبه هستند، آدم‌هایی که در بین شما صاحب عزت هستند، آدم‌هایی که ما و شما میریم دکان اونها را یا حجره اونها را تق تق قدم می‌درایم پیش اونها با اجازت، اون رفعت از کجا یافتند؟ اون درجات از کجا یافتند؟ از علم داشتن یافتند. علم دارند. علم که دارند ما و شما محتاجیم. به اونها مراجعت میکنیم، دروازه اونها را تق تق میکنیم. اگر اجازت دهند میدرایم، اگر گویند جواب، باز ما و شما پس میگردیم. رفعت آدمی به علم بود. رفعتش، بلند مرتبگیش، درجاتش، قدرش، عزتش، شاعر میگه از روی علم داشتنش است. هر کی را علم بیش رفعت بیش. هر کسی را که میبینین که مرتبه او بلند است، درجاتش بلند است، احترامش در بین مردم زیاد است، تصور کنین و یقین دانین که علمی وی بلند است. علم که بلند شد، رفعت هم بلند شدن میگیرد. در دوام چی گفتند؟ گفتند اگر خواهین شما که رفعت شما بلند شود، قدر شما بلند شود، شما پیوسته با علم باشید و درجات خودتان با علم بلند کنید. قیمت خودتان با علم بلند کنید. در اصل امروز آدم‌هایی که علم دارند قیمت دیگر دارند، آدمانی که بی علم قیمت دیگر دارند. شاعر میگه به دانایان دم ارزد جهانی، به آدم دانا، به معلم خوب، با آدم باسواد دم ارزد جهانی. یک دم نشستن 5 دقیقه، 1 دقیقه نشستن ارزد جهانی. ارزش دنیا را دارد به آدم دانا نشستن، به آدم با علم نشستن. برای از وی بهره زیاد بگیری، از او فایده زیاد بگیری، از او بسیار انسان برکت می‌یابد. به دانایان دم ارزد جهانی، نیرزد 100 سری نادان بنانی. 100 سری نادان
شاعر میگوید به یک تکنان نمی ارزد. اگر 100 سری نادان برند و گویند که همین قیمتش چند است، آدم خردمند چی میگوید؟ میگوید یک نان قدر ندارد. یک نان قدر ندارد 100 سری آدم نادان. بین درجات علم بینین، قدر علم بینین. امروز شما بازار میرین، در وقت خریدن یگان اشیا نظر میکنین مال کجاست. وقتی میگوین این مال یابانی است یا مال امریکایی است یا مال ترکیه هست، شما تلاش دارین برای وی مال بهترین است، برای وی مال خوب است، برای در او متخصصای خوب وی برآوردن. در هر چیزی که اگر خوب پروگرامه های بسیار داشته باشد، ما و شما در او تلاش داریم. وی از کجا آمد؟ وی با علم آمد. علم اون طرف زیادتر بوده است، کوشش اونها زیادتر بوده است. حالان که تعلیمات اسلامی ما و شما را وادار میکند که باید ما و شما هم با علم باشیم، بی علم نباشیم. پیغمبر خدا چی میگوید؟ طلب العلم ساعتا خیر من قیام لیلة و طلب العلم یوما خیر من صیام 3 اشهر. حدیث پیغمبر را تصور کنین. جوانایی که چی در دانشکده های عالی میخوانین، چی در مکتب ها میخوانین، چی جوانهایی که در مدرسه های اسلامی میخوانند، پیغمبر خدا برای شما چی یک بشارت خوبی را خبر داد. 1 ساعتی که شما در طلب علم نشینین، 1 ساعت، مثال شما اگر در یک روز 5 درس داشته باشین در مکتب هاتون، یا اینکه دانشکده های عالیه که 6 پر و 7 پر امروز درس میخوانند، یا مدرسه های اسلامیه که اگر 5 ساعت و 6 ساعت درس داشته باشند، رسول اکرم میگوید 1 ساعت این بهتر است از این که از شب تا به روز نماز بخوانی. 1 ساعتش. تصور کن که اگر تو در درس های مکتبی اشتراک کنی، امروز جوانای عزیز در ما به نهایت اخلاص زیاد که دارن و مسجد که دوست می دارن و انشاءالله جوانها از مسجد آمدن ضرر نمی کنن. مسجدم این یک خانه هست که آداب شما را بهتر میکند، اخلاق شما را بهتر میکند، آینده شما را نیک میکند. اونا میگویند که دوست می‌داریم که حتی در همین روزهای جمعه اشتراک کنیم. افسوس که برای ما مادام ساعتهای درس است اشتراک کردن نمیتونیم. ما دائم جواب گفتیم و جواب میگوییم دادر عزیز، اگر در یک روز جمعه تو 5 ساعت خوانی، تصور کن که تو 5 شب زنده‌داری کردی، 5 شب تا بروز تو نماز خواندی. وقتی گوشهای تو به سوی معلم است و سخن معلم گوش می اندازی، اون وظیفه را آمده در خانه تیار میکنی، این برای آینده تو نیک است. این آینده تو را چیکار میکند؟ رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین شما ای جوانها، بهترین شما ای پدرها آن کسی هست که فایدهش در مردم برسد. بدترین شما کسی هست که ضرری او در مردم میرسد. امروز اگر یک طبیب تاجیک ما و شما وقتی نزد او می رویم و او ما را معالجه میکند، ما را طبابت میکند، آیا وی بهترین مردم نیست؟ زیرا وی نفع رسان است، وی فایده رسان در جمعیت ما است. اگر همون داملایی که بیمار می شود، اگر این گونه طبیبهای مسلمان تاجیک خودمان وجود نداشته باشد، وی در کجا طبابت میکند؟ وی چگونه طبابت میکند؟ امروز احتیاج داره. پیغمبر خدا گفته اگر میخواهید که شما بهترین مردم شوین، کاری کنین که فایده شما به مردم رسد. فایده شما در حالتی میرسد که این گونه اگر اختصاص ها را و شما متخصص میشوید، شما رفته عمر خود 5 سال و 10 سال در هر ملکی که نباشد برای یاردم همین جامعه ما و شما، برای یاردم همین مردم مسلمان ما و شما صرف میکنید، انشاءالله شما خیلی ثواب زیاد میگیرید. مولای رومی هم خدا رحمت کنند میگوید آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفع بیزر داشتن. این آدمیت چیست؟ این آدمیت ما و شما باشیم، همه ای که اگر چشم و دهان و بیش و بینی و گوش داشته باشد،
اگر همین مثل آدم که باشد میگوییم آدم است. لیکن اون عزیزان خدا اگر چنده که جسد آدمی هم که داشته باشد او را حکم به آدم نمیدهند تا زمانی که اگر وی خیرخواه خلق نباشد، تا وقتی که اگر فایده آور باشد و ضرر رسان نباشد، تا اون زمان وی آدم نمیگویند. طلب العلم ساعتا خیر من قیام لیلة. یک ساعت طلب علم بهتر بود از یک شبی که تا به روز تو نماز میخوانی. تصور کن اگر از ساعت 10 بیگاه تا ساعت 6 که صبح میدمد 8 ساعت تو بالای جای نماز میخوانی، از اون ده اجر چی زیاد بود است؟ اجر 1 ساعت طلب کردن علم. 1 ساعت. در دعاش پیغمبر میگوید و طلب العلم یوما. اگر تو ای جوان، ای برادر مسلمان، اگر یک روز در طلب علم باشی، یک روز سحر تا بیگاه اگر طلب علم کرده باشی، خیر من صیام 3 اشهر. پیغمبر میگوید که این در ثواب بهتر است از نفری که 3 ماه روزه دار باشد. 3 ماه روزه آسان است؟ روزه گرفتن چی کاری مشکل است؟ 3 ماه روزه برابر است به 1 روزی که تو طلب علم میکنی. 1 روزش اگر خدا را توفیق بده تو رفته مثال دانشکده ها را 5 سالی خوانی، تو تصور کن 5 سال 1 روزش، 1 سال خودش 360 روز است. در هر روز تو 3 ماه روزه را به دست میاری. حساب کن این عدد ندارد دیگر. این قدر ثواب زیاده خدا برای تو نصیب میکند. پیغمبر خدا میگوید فضل العلم احب الی من فضل العباده. از عبادت نفلی دیده گفت پیغمبر برای من فضیلت طلب کردن علم بهتر است. من علم را دوست می‌دارم از او که شما در عبادت‌های نافله، در عبادت‌های زیادتی دست می‌زنید. از اون من دوست می‌دارم که شما طلب علم کنید. اگر شما طلب علم کنید شما را هیچ دشمن‌ها استفاده برده نمی‌توانند. اگر شما با سواد باشید شما را هیچ کس استفاده برده نمی‌تواند. افسوس که در هر بلا و در هر آفتی که ما و شما میزنیم از حساب جهل ما و شماست، از حساب نادانی ما و شماست. رسول اکرم میگوید الایمان عریان. ایمان همین ایمانی که ما و شما داریم این عریان است، برهنه است. میگوید یعنی یک مثل بدن لوچ است، لباس ندارد. فلباسه التقوی و زینته الحیا و ثمرته العلم. پیغمبر خدا میگه انا همین ایمان، برای این ایمان میگه لباس در کار، زینت در کار و میوه در کار. لباسش تقواست. گفتم پیغمبر لباس ایمان تقواست. تقوا چی است؟ خدا ترسی است. در هر حالت از خدا ترسیدن است. حضرت عایشه صدیقه میگوید بار در خانه کعبه بودم، نگاه کردم که یک مرد بالای گردن یک مرد سوار است و طواف خانه کعبه دارد. در حیرت ماندم این کی باشد که بالای گردنی این بنده مؤمن سوار است. وقتی پرسان کردم آیا این بیمار است که بالای گردن مؤمن سوار شده است و طواف خانه کعبه میکند؟ میگوید مریدان او، همشریکان او خبر دادند که نه. گفتند این مرد بسیار خدا ترس است، بسیار خدا ترس کی است، دل وی مانده شده است، بدن او ضعیف شده است. عایشه صدیقه گفتند آگاه باشید، کسی که خدا ترس باشد من برای شما گفت خصلت‌های او را خبر میدهم. خدا ترس گفت عمر فرزند خطاب است، وی در بین ما ترسننده از خداست. گفت که نظر کنیم به جسد او، آیا جسد او ضعیف است؟ آیا دل وی شکسته است؟ وی وقتی قدم میزند چی به سرعت قدم میزند؟ حضرت عایشه صدیقه گفتند ترس خدا آدم با غیرت میکند، آدم با قوت میکند، آدم ضعیف نمیکند، دل آدم نمیشکند. وقتی انسان باز چی میشود؟ خدا ترس میشود. حضرت علی که یکی از
دوستداران خود، یکی از پیروان خود که به نام کمیل بود، میگوید باره با او میگد سفر کردند و آخر در یک منزلگاه رسیدند، در یک قبرستان رسیدند. حضرت علی میگوید به جانب قبرستان نگاه کردند و چی گفتند؟ گفتند ای مردمی که در این قبرستان خوابیده هستید، خبر ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید، خانه های شما صاحب یافتند، زنهای شما شوهر کردند، یتیمان شما سرگردان شدند، مالهای شما در بین مردم تقسیم شد. بعد یک مدت کمیل میگوید علی بازگشته گفت ای مردم گورستان، آیا خبری شما بر ما چیست؟ ما خبر شما را بر شما دادیم، خبر شما بر ما چیست؟ یک دم میگوید ایستاد که از گورستان صدای نمی آید، خاموشی. حضرت گفتند ای کمیل، گفتند به خدا قسم اگر خداوند با این اهل گورستان زبان میداد، هر آینه اونها بر من جواب میگفتند که خبر ما به تمام مردم زنده این است که از خدا بترسند، از خدا بترسند که این موضع جایی هست که خدا ترسان نجات میدهد. و حضرت علی میگد گریان شدند. لباس ایمان این چی بوده است؟ ترس خدا بوده است. ترس خدا داشتن این ایمان ما و شما را از لباس تأمین میکرده است. دوره های خلافت حضرت عمر دا میگوید بسیار یک قشاقی آمد، قحطی آمد، مردم بیچاره بسیار گرسنه بودند. حضرت عمر که ترس خدا داشت، یاران او میگوید وقتی که بیرون میبرآمد، از شکم به او میگد، از روده های او میگد صدا میبرآمد. گرسنه بود، صدای میگد شکم به او را مردم اطرافش میشنید و میگوید با سوی همان اشکم میگشت و میگفت قسم بر آن خدایی که جان من در دست اوست، برای تو هیچ غذای نصیب نمیگردد تا زمانی که اگر رعیت من سیر نشود، تا زمانی که این مردم از گوشت تأمین نشوند، از غذا برخوردار نشوند، حرام باد برای تو غذا. این از چی بود این سخنها؟ از حساب ترس خدا. امروز مسلمان ما و شما حق برادر را میخورد. امروز مسلمان ما و شما راحتی خودش را از همه بالا میداند، پروای همسایه ندارد، پروای برادرش ندارد، بلکه چنان دشمنی در وجودش وجود دارد که دشمن اسلام مثل او دشمن نیست. لباس او چی است؟ تقوا بوده است. و زینته حیا. ایمان زینتش چیست؟ ایمان ما و شما را زینتش این حیا بوده است، حیا داشتن. حیا هم یکی از موضوعهای خیلی لازمه است. باید که تمام مردم، چی مردها باشد چی زنها باشد، باید صاحب حیا باشد. زیرا حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی بی حیا باد. آدمی زاد باید حیا داشته باشد. اگر جسدی که حیا نداشته باشد، لعنت بر این جسد. گفتن حضرت سعدی شیرازی الحیا شعبة من الایمان. پیغمبر میگوید یکی از شعبه های ایمان، یکی از شاخه های ایمان این حیا داشتن است. الحیا لا یأتی الا بخیر. پیغمبر خدا میگوید حیا نمی آید مگر به خیر. یعنی همه وقتی انسان با حیا کی شد، همه عمل او به خیر است. الحیاء خیر کله. در دیگر روایت هم آمده است حیا همش نیک است. گفتم پیغمبر. حضرت ابو سعید خدری چی میگوید؟ میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. پیغمبر خدا را که ما همراهش بودیم، ما هم صحبتش که بودیم،
از دختری که در زیر چادر نشستگی هست از او با حیا بود. اینقدر حیای پیغمبر خدا زیاد شده است. امروز به حیایی ما و شما را فرا گرفت. چی به حیا هستیم، چی موی سفیدمان، چی کمپیرهامان، چی دخترهامان، چی زنهامان، چی جوانهامان، همه به حیا شدند. رسول اکرم بسیار یک سخنی وزنی گفتند برای آدمی که او را دردمند کند. اگر برای آدمی با خیرت گفتند اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وقتی دید که مردم گناه کردن خودش به حیایی است، اطاعت خدا را نکردن خودش به حیایی است، حق یک برادر را خوردن خودش به حیایی است، دشنام دادن یک برادر خودش به حیایی است. همه این از به حیایی سر میزنند. رسول اکرم میگوید هر وقتایی که اگر شما ای امت اسلام حیا کی نکردید فاصنع ما شئت، هر کاری که میکنید کردن گیرید. یعنی برای آدمی به حیا دیگر جایز است و حرام میخورد حلال میخورد، گناه میکند نمیکند، برای او جایز است دیگر وقتی حیا نداشته باشد. در روحیه حیا دخترهاتون تربیت کنید. دخترها باید که با حیا باشد. من به نزدیکی یک سفری داشتم، با بچه ها نقل کردم، خمسمال آباد رفتم که امروز نور آباد به نور آباد مبدل شده است. خیلی راه دور. وقتی که همین ماشین ما که در اون راه ها می رفت، دخترها و زنهای همون دهه وقتی که ماشین می دید، وقتی اگر بر روبروی ماشین می آمد روی خود تغییر می داد، او طرف نگاه می کرد، پشت طرف ماشین می گرداند. حیا را بینین. زنهای اونها را چهره هاشون دیدن نمی شود. اگر چند دیدن چهره زن گناه نیست، اگر از شهوت خالی باشد. امروز باید ما و شما با حیا باشیم. اسلام ما و شما را با حیا باید در حیا دعوت میکنه. و سوم چیزی که ایمان ما و شما را میپوشانده است، این میوه ایمان چی بوده است؟ علم داشتن. علم داشتن این میوه ایمان است. اگر خواهید که ایمان شما مثل درختی که میوه دهد، شما باید که با علم باشید، از علم برخوردار شوید. اینجا من سخن خود انجام میدهم و انشاءالله باز این صحبت جمعه آینده دوام میدهم. فقط در آخر حدیث پیغمبر که لا فقر اشد من الفقر، لا فقر اشد من الجهل، برای شما تحلیل میکنم و دعا میکنیم. پیغمبر خدا میگوید اگر شما پسنداز پول نداشته باشین، اگر شما در خانه صاحب میوه نباشید، صاحب گوشت نباشید، صاحب شیرینی های با لذت نباشید، این معنای او را ندارد که شما کم بغل هستید. یعنی نداشتن نان و آب و خوراکه، پیغمبر خدا گفت این معنای او را ندارد که شما کم بغل هستید، بلکه رسول اکرم گفتن از همه در فقر وزنین ترین گفتن این بیدانشی است. بی علم بودن، جاهل بودن، از همه در گفت پیغمبر خدا فقر وزنین ترین، کم بغل ترین، سخت ترین کم بغل نفری هست که بی سواد هست. امروز حال بعضی از برادرها را میبینی که بیچاره خیلی در حالت وزنین حیات به سر میبرند. یک سبب همون حالت وزنینشان این است که در وقتش برای آنها شاید کسی یافت نشد که آنها را تربیت کند، به گوش آنها رساند که باید که تو طلب علم کنی،
باید که تو تمام سهم و کوشش خودت صرف کنی که تا که از علم دنیوی و اخروی آگاه شوی، تا که امروز تو اینقدر درمانده نمی شدی، اینقدر عذاب نمی کشیدی. بیچارا گپ‌های سخت میشنوند، دشنامه ها میشنوند. از حساب چی است؟ از حسابی که جهل دارند، از حسابی که دانش ندارند. در هر راه اونها را برده می سپارند، اگرچه تلف جان اونها هم که شود، آدم نادان برده در اونجا استفاده میبرند. زمانی آمده است که امروز همه شرایط خدا را شکر که برای همه ما و شما مهیا هست. یک زمان مدرسه های اسلامی درهاش پوشیده بود، امروز کشاده شده. یک زمان دانشکده های عالی انگشت شمار بود، امروز اینقدر دانشکده های عالی زیاد شدند. امروز باز علم های نو به نو پیدا شدند. شما باید این علم ها را آموزین. آن اسراف های بیجایی که شما میکنین، آن اسراف ها را یک جانب گذارین و کاری کنین که از این تکنیکه های حاضر زمان خریده در خانه یاد گیرین. در یک دیسکی که در کامپیوتر گذاشته می شود، قریب 100 تفسیر قرآن جا کردگی‌اند. در یک دیسک که 3 ساعت است، قریب 100 تفسیر قرآن، قریب 50 فقه های اسلامی در یک دیسک جا کردگی هستند. و یکی استفاده برده میتواند؟ شخصی که اگر علمی همون کامپیوتر داشته باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعد از همه شما اینجا جوانای الحمدلله خیلی زیاد داریم. از همه شما خواهش من همین است که بی نهایت فعال باشین، کاری کنین که یعنی شما همت خواننده باشین، چه قرآن خوانین، چه درس های مکتبی تان پیشرفت داشته باشین. باور کن یک معلم از من منتداری کرد که یک طلبه من اگرچه نمازخوانم که باشد، در صنف بسیار فعال است، بسیار خوب درس هاش تیار میکند. من بسیار خرسند شدم. شکر گفتم که نفری که در مسجد ما میآید میشیند، باز در مکتب که اگر اعلاچی باشد، این الکی محبت او را نسبت من نشان میدهد که وای مرا احترام میکند. اگر شما ما را احترام کنین، ما همچی یک پیشوای شما، همچی یک امامی که از پس من شما نماز میخوانید، دعوت من به سوی همه جوانها این است که شما متخصص شوید، شما همه شما کارگر شوید، بیایید تا که همین شهرمان آباد کنید. خوب میشد که در این تکنیک هایی که در قد راه امروز اسفالت میکنن، ایتالیانسا نمیشد، تاجیک ها میشدن، که همین پول تاجیکستان اونها نمیگرفتن و بلکه همین مردم تاجیک میگرفتن. این به نهایت برای ما و شما شرف است. امروز هر یک تاجیکستانی باید که دلش برای تاجیکستان بسوزد و انشاءالله دل تاجیک به تاجیکستان میسوزد، دل بیگانه نمیسوزد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان، ثواب و اجر این یک ساعته امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها خدای کتابت بفرما و جمیع برادرانی که از راههای دور و نزدیک برای ادای نماز جمعه و این خانه تو آمدند، خدایا در هر قدم هاشون حسنات کتابت بفرما و خدایا گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگردان، خودشان را فرزندانشان را اهل علم بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. برادر حاجی عزت الله 100 سامان، حاجی خورشید از بازار 2 سطل آوردن، محمد جان از چرمگرا 40 سامان. که در حقمون دعا کنید. پیش از آنی که دعا کنیم، برادرایی که در همین حاجتخانه شما طهارت میکنین، اونجا کاغذها گذاشته شده است. همون کاغذها را استفاده برای این گناه نیست. همون کاغذهایی که مخصوص برای همون حاجتخانه هست، همونها را استفاده برای این، وای زللی ندارد، وای گناه نیست. کاغذهایی که اگر خاصه سفیدهایی هستند که این احتیاج به نویساندن دارن، انا اونها را استفاده بردنش جایز نیست. اینها برای استفاده نیستن خودشان.
اینا مخصوص کاغذی هستند که در اینها هیچ چیز نویسانده نمی شود و اینها قوت نوشتن هم ندارند. یعنی اینا مخصوص برای حاجتخانه تیار شدند. برای همین در اونجا شما هر گونه از سنگها و دیگر قلوخها و دیگر استفاده نبرید. و همون ترینیکایی که داریم نمیدانم 4م بار شید 5م بار شید عوض میکنیم. همون آدم وقتی همون استفاده شونده کم احتیاط کنین، احتیاط کنین که همونا نشکنن. ما عوض میکنیم میلش، لیکن ما و شما باید که در هر یک چیزی این چیزی همه ما و شما ساخته باید که غمخواری داشته باشید، باید رحم داشته باشید. چگونه که در همون اشیاء خانمون چقدر احتیاط میکنیم، باید در اشیاء مسجد 10 چند باید احتیاط کنیم. یا اشیاء مردمی باشد فرقی ندارد. اینجا یک از مهمانهای راهداری گفتند زمین مسجد را خانه کردن در اسلام چه حکم دارد؟ دوم، قومی که نماز را پیش از وقت خوانند و مؤذن را گویند که از آن را به آواز پس بگو، حال آن این که وقت نماز نیست و نماز پیش از وقت قبول نیست. حکم اسلام چیست با این قوم و این ما؟ اولا پروردگار ما و شما محتاج نماز ما و شما نیست. نماز میخوانیم در وقتش خوانیم. نمازی که بغیر وقت خوانده می شود یا اذانی که پیش از وقت گفته شود و اذان نیست. اذان میگه الاذان سنت للفرائض فقط لوقتها. اذان خودش سنت است از برای نمازهای فرض در وقت فرض. یعنی در وقتش اذان گفتن خودش سنت است. وقتی شما بغیر اگر وقت اذان که گفتید و اذان اعاده کنین اثر بگین. اذانی که بر وقت گفته شد و اذان نیست.